یه شهراندم بابا اون در رو واکن کشو رو آره ببین اود داریم اون تو آره یه دونه هست فندکه هم بده. آقا سلام، مخلص داداشی های من، خواهرای من، نوکر دادم. نزن بده من کن که تو بقید بزنی چیه بزنی. آقا چه خبر؟ یه دقیقه بده من آهنگ تنظیم درست بکنم. این مادر جنده چرا باز نمیشه؟ کدومبری؟ رمز این خارکسته رو من اولین بار که خریدم یادم رفت پسورد. اون موقع گل میکشیدم شبا خارکسته 1000 بودم، پسورد یادم رفت. 2 ماه افتاده بود. این دیگه آخرین مدلش بود. هیچ. این بر اونور دادم سانی دیاروش کرد. کسشو کلاچ کرد. آقا چه خبر؟ چی در خارمانه رو ما رو گاهیدن؟ دیدی؟ خواهر زندگی رو گاهیدم. چی بود آخه؟ عرض به خدمت شما یه آهنگ بذارم. یه دقیقه وایسا. یه جان من نرین وایسا. وای فای. اوکی well sounds form science بیا اینو میگی که اون گش آهنگ سوپر هم میدونستی داریم واقعا از اول که شروع میکنی کی خار مادرتو گاهیدم داد نکش بسکش ما دیشب میزنی توپ بیارم نمیدونم دارم چیکار میکنم. پیج ما رو چه آقایون هکر آخه خدا پدر مادرت بیا مرا تو چیکار داری؟ مرا بچه دوشنبه باشه به سر قدید من چیکار داشتیم؟ ما مادر ما 2 ماه پیش مرد، پدر ما بود در به داغونه. الان پیج منو برای چی زدین جان مادرتون اینو به من بگین؟ یه دلیلی من میخوام داره ببین. آقای هکر من نمیدونم چند نفر بودین پیج منو زدی باشه من که ناموسم نه الان نفرین و نالم الان داری منو میبینی دیگه. خب آقا بدبختی که پیج من وقتی که رو به گیر رفت یعنی اون هکری که تازه مثلا روز اول بود که پدرش برایش کامپیوتر خرید اون گفت من زدم. اونی که پیج مثلا چه میدونم آقای خامنه‌ای رو میزد اون میگه من زدم. فهمیدی؟ این گوشی من رو وامی کردی انگار که من خارگوزه رئیس CIA بودم. هکر هستم JFC هکر هستم سی چیفی. عجب کیره خری ما افتادیم. آقا تو چیکار بکاره ما داری پسر دختر؟ من داداش گوش کن من اینو برای هکرها دارم میگم. حالا رفیقای من عقابای سرسفید ایرانم اگه میخوانم تو باشن دیگه. کسخل برو تو لایو یه نفر دیگه هم اضافه شه دیگه. هستی؟ ممنونم. تانکس. مرسی. خب اون قطع صداش قطع کن. برو تو اتاق. دیگه اینجا نشستی کن که لایو برای چی میذاری صدای خارگسته خودم هم میشنوم. کون پاره یاتاقان هیچی. پیج من و شما برادر جان میزنی چند تا مورد هست. مورد آقایون پول نزنین. بجه چیه؟ پول نزنین. پیج منو میزنی من خارکوسه وصلم. فهمیدی؟ من این چند روز اینجا دختر بود و حال بازی بود. من زیاد پیگیر نشدم. بابا من اگر بشینم رو به آسمان عاقبت به خیر نمیشی به والله قسم. چون من دارم تمام زور خودم میزنم جنگ میکنم که خارکوسه بازی در نهارم. در کریسمس به نام حال کن بیا. آقا سامیا رو کادو کنم بذارم موزیک. آقا من میخوام چی بود افتاد؟ میخوام این کونپاره رو میخوام بگیرم اینجوریش کنم سامیا رو اینا.
سامیار میخوام مردم کادو میذارن اون زیر دیگه. خب من مثلا چون وضع من بهتره میخوام بگم سامیار کادو از امروز تا 20 روز دیگه تا شب کریسمس سامیار اینجوری اینا. میخوام سامیار اینجوری بذارم ایزی، بعد نه اینجوری نباید باشه که این 20 روز باید اینجوری باشه با نه از این بغل. کیم دهنه بچه کسکش آقا تو قایم شد تیکه تیکه بلند شدی اومدی اینجا، همون موقع که من خارکوزه اسم برکردم اومدی بغل من کسکش. دهنه تو گاهیدم بچه. صحبت چی بود؟ صحبت چی بود؟ بدتر از تو یه آب دیگه همونجا لطفا میدید. ببخشید دم دیگه هم داشت. صحبت اینه که عذر نکن. دم دیگه هم دست درد نکن. خدا پدر مادرت نگه داره. دم دیگه هم اون یارو رو واکنشی بخور دیگه. نه اوکی هم واکنش دیگه لحجه داشتی چه عوض کنی؟ اوکی کافی بخردمه؟ جون من نکنه تو بچه بالایی که اوکی هم 10-20 دقیقه یادم بنداز کسیشون رو جمع کنیم. میخوام برم جیم با اون دختر تمرین کنم. یه رو پنده. ها؟ یه رو پنده. اوکی. آقا این چی دیگه خلاصه اینو دارم میگم دیگه. آقا این هکر جان خار مادرتون، جان من، جان پدر من، ما رو بیخیال شین تو رو قرآن. شما باید سعی بکنین هوای این پیج کسکش داشته باشین که من خار مادر جنده وقتی میام اینجا دارم میگم آقایون نکشین، ورزش بکنین که تمیز بشه. بعد یه سری هایی آقا این بابای خمینی فقط خار مادر من گاییدم بابا و اون اونجوری کرد. اگه به خاطر اونا میرفت که صبح یه دونه دیگه میزدم. من با کلکل با کسی ندارم، ولی بخواد کسی کلکل کنه خارشو میگم بلا نسبت شما اونا رو میگم. خب حالا این قضیه آقا منتفی ولش کن. بعد 10 تا همین امروز 10 تا نمیخوام بگم 50,000 تا آدم اومدن آقا بیا فلان بیزینس رو بزنیم، آقا بیا فلان کار رو بکنیم، آقا بیا فلان کون رو بدیم، آقا بیا فلان کس رو بکنیم. من گفتم آقا نه. بعد به خودم بعضی موقع وسوسه میشدم، بعد به خودم میگفتم با کس خل تو 35 سال سنته، خلاص برای خودت زندگی درست حسابی جمع جور کردین و برای چی میخوای با مردم دشمن بکنی خودتو که مثلا چه میدونم به کسبازی در بری و شر بشه فلان بشه اینا. چون شما حاجی برگردین الان هستین چجوری مثلا آقا میگم من رفتم یوتیوب دیگه 50,000 تا از این کسبازی ها اومد سابسکرایب چی از اونا. بعد نمیدونم مثلا ویدیو میذاشتم هنوز لینکش اینجا نمیذاشتم میشد 150,000 تا. فهمیدی؟ حتی کسیر میگم خیلی سخت کار کسته حال نمیده بابا. ولش کن خواهر یوتیوب گایدم ها. سخت خیلی نمیتونم. خیلی تو میتونی؟ من میرم. دروغ میگی. جان آیسان میری؟ آره. چجوری مگه میشه؟ تو وی پی ان مگه نمیخواست؟ از ایران؟ نه تو از اینجا میرفتی از ایران؟ هر دو هم ایران هم. آخرین بار کجا بود رفتی؟ اینجا. چجوری بود؟ عادی بود. اینجا که خب عادیه یوتیوب رفتم. نه ایران یه خورده سخته. تو لینکشو سابس میکردی که برای لینکن بشه یا نه؟ چی ها؟ یوتیوب. لینکشو چیکار میگی؟ ای بچه کیم تو دهنت بابا. یوتیوب هم که رفتیم بعد دیدم مثل آره آیسان پیج خودشو بس. آقا کدوم بلا نسبت خارکسه‌ای میاد پیج 6.5 میلیونی رو که با کل ایران و کل جهان در ارتباطی رو ببندم؟ مگه خرکسه ننه من گذاشته ببندم؟ بعد اصلا من مگه بلدم ببندم؟ من اصلا مگه اینستاگرام بلد نیستم؟ من خارکسته که برادر جان من والله بلد نیستم اینستاگرام، هیچی بلد نیستم. با 50 نفر در ارتباط هستم که به من یاد بدن چی رو اینوری کن، چی رو اونوری کن، چی رو اینجوری کن، فلان کن. والله قسم
خب حالا اینا رو بگذاریم و اینا دیگه تموم شد دیگه. حالا یوتیوب و پوتیوب آره منظورم که دنبال مایه نیستم اونجا دنبال مایه نبودم. می‌خواستم با شما در ارتباط باشم که کسکش خیلی سخت بود. آره امشب من و حاج آرش دوستی داریم، اون پسر توی لویی ویتان اینجا منیجر لویی ویتانه. بعد این آقا برگشت ما گفت که آیسان تو که الان مثلا برای خود شروع شد. من گوشیم حالا ایرپلین مود بکنم دیگه زنگ نمیخوره از ایران نه؟ ها؟ نه ایرپلین مود بکنم وای فای وصله دیگه نه برای چی؟ ها؟ اوکی. وصله ها؟ چی بود صحبت چی بود؟ امشب لویی ویتان. چی لویی ویتان؟ امشب قرار داری؟ با لویی ویتان قرار دارم؟ دنی گفتم چی لویی ویتان؟ آره بعد این پسر برگشت گفت وایسان تو مثلا الان انقدر پیجت خوبه و اینا چرا کاسبی نمی کنی داداش؟ برگشتم گفتم که آقا من هر چی میگم به قرآن مجید به مرده های شما قسم به ارواح خاک مادر بزرگ و پدر بزرگ و غدیر و خال مادر زندگی رو گایدم، دروغ نمیگم، سیاه‌باز نیستم، هرچی اصلا نیستم یه کیری میارم میگم مثلا. آره اینجوری آفتابی شد خالقوس امروز ها، عجیب غریب شد امروز. کسکیش ما رو خفه کرد، با ما آسمم داریم خالقوس ما رو کشت. گفتم تو لایف کسکیش معلوم هست اصلا یا نه؟ خورده. اوکی. صحبت چی بود؟ لویی ویتان. لویی ویتان. بعد برگشت گفت آقا چرا نمیای یه دونه کمپانی لباس بزنی خودت توی همین لینکشو بذاری؟ گفتم داداش پول نمیخوام حقیقت. گفتم نه کمک کن به ایران. گفتم نه ایران کمک بکنی اون بالایی خودش دزدن، مثلا آقا یه کمک بکنی خودشون پولو میخورن چیزی به اونا نمیرسه. بعد اومد گفت آقا حالا نمیخوام اینجا بگم، گفت این مدلی کمک کن. گفتم که باش. بعد با آجالش گفتم آجالش همه رو بدیم دیگه. اینا به آجالش گفت چون پول دوست داره گفت وایسا برای خود یه حقوق حداقل بذار که مثلا داری. گفتم حقوقم مثلا چند؟ مثلا 10% اون سودتو بذار حقوق خودم، حقوق من. آره. بعد گفتم خب تو هم با منی دیگه. گفت از حقوق خودت بعد نصفش بده به من. این به قرآن کانورسیشنی بود که ما داشتیم. هیچ. امشب پسر داده از چین یه سری لباسای ورزشی، همین مثلا خودم میپوشم، این شلوارک و حلقه‌ای و این کسچرات، چیزایی که به ورزش میخوره نه لباسای پلوخوری. آره داره از چین میاره 3-4 تا مدل. من اینا رو به شما میگم، ما خانواده هستیم چون میدم انقدر من دوست داری من شما رو دوست دارم و اینا، چونت پارشه من با اینا حال میکنم. بیلا کمکش اینا نمیدونن تو کی که الان میدونن تو کی؟ نمیدونم شاید خیلیشون نمیدونن. شاید تو الان دیگه معروف بدی بردی ایچی. بعد برگشت گفت که سوال چی بود جان قدیر؟ از چین چیکار کردیم دیشب؟ من باید الگوی توی کسکش باشم نه تو جیب تو برم. نکنه تو رو جمهوری اسلامی فرستاده اینجوری شبیه سپاه مفاهی هم هستی خواهر مادر اینو بگاه اینو پیش. درست پیش ازت سوال کردم دیگه. 2 روز پیش داشتیم تو پارک راه میرفتیم یا اینجوری کرد. بهش اینجوری کردم. سامیان گفت که آیسان یهو کسکیش از نوور، یعنی آیسان من اگه روز بفهمی که مثلا از طرف سپاه هستم و اینا چیکار میکنی اینا؟ گفتم کسخل بفهمم چیه، من میدونم کسکیش هستم دیگه. من مثل روز برای من روشنه که تو کسکیش مال سپاهی. از این نخبه کسخلا بودی تو رو فرستادن اینجا درس مرس به نخبه سپاهی یا نه نخبه خودمون؟ نه نخبه خودمون حرف نرم. چرا آقایون به نخبه اون چیزایی که باید بشه رو نمی کنین؟ آقا واقعا آقایون کیرم تو دهنتون. چرا ما اینا رو میگم؟ قدیر بعد آقا شوخی کردم جان قدیر. قلبش خاطریه.
البته بطری. بعد برگشت گفت آقا دیگه تموم، آقا بذار حواس من پرت نکنه، بذار من خاک مغز من کسکیش همینجوری این ور اون ور داره اصلا پرتابی داره میره همینجوری. گفت که نباید لایو میذاشتم، بد شد، الان دیگه گیر کردم دیگه، نه راه پس دارم نه پیش، باید ادامه بدم، باید ادامه بدم من کسکش. آره گفت که آره اینجوری کن فلان اینا، حالا ولش کن، الان امشب داره این سمپلا میرسه، امشب که سمپلا برسه من استوری، من دیگه الان استوری خار مادره. اینو بگم، پنجشنبه داریم میریم الی باجی، جمعه صبح داریم میریم همون بیگ بر، بچه خرس نگاییده توی یک 2 ساعته الیه. نه پنجشنبه که رسیدم مستقیم میرم اوسی، میرم خونه کسکون رو میندازم، رنج روور سفید داریم، رنج روور من حاجی شریکی 50-50 با اون میریم الی پیش آپتین، میریم اوسی، پنجشنبه رو اوسی هستیم، جمعه صبح میریم بیگ بر. من می‌خواستم یه کس ببرم به حاجی، گفت آقا من دوست دختر دارم، کس خل دردسر برای من درست نکنین. گفتم بس باشه حاجی ولش کن. اون شب با جغ می‌زدیم بره دادا، الکی شوخی کردم، هیچ چی بود؟ میریم اونجا، میری بشه آپتین، خراب کردم خودم والا. آقا بذار من آقا سیگاری بیگاری به جان قدیر نمیگیرم، خارکوزه دیشب یه ذره اسمشو نمیخوام تو اینجا بگم الان چون من پسر بدیم اینجا، یه ذره چیز خوردیم، خارکوزه سوسیس و قارچ، اصلا گوهگیشه کسکیته تاپالاختاق شدم، تاپالاختاق بچه ها. آقا شرمنده اگه موقع کسشر یا اشتباه بالا پایین میگم، بگو تمامش کنم بره. صحبت چی بود؟ میخوای بریم پیش آپتین بعد میریم. آره آقا میریم پیش آپتین بعد میریم بیگ بر. اینا شما چیکار بکنید اینا رو آخه؟ در جریان باشی. یک شنبه برمیگردم یوستن، خب 2 هفته بعدش میرم کلرادو، میخوام رویایی ترین سفر. آقا کوندا من بهت میگم کلرادو میخوام برم فلانجا، یه سری میبینم سری میرم اونجا فیلم میگیرن همه چی میگم، بعد من میرم اونجا دیگه کیری میشه. نریم بذار من برم اول. آقا فوش مادر گذاشتم هر کی قبل من برین جایی که من میخوام برم، فیلم نذارین اونجا. آره فیلم نذارین اونجا، بذار من برم که خارگوسه همه چی رو نشون بدم. آره بعد با حاجی میخوام بریم اونجا از 23. آخه نباید بگم مثل اون موقع میشه من اونجا دستگیر میکنم، حاجی دهن من میگه آقا کلرادو کجای کلرادو؟ من که نمیگم 23 تا 25 اونجاییم، بعد برمیگردیم نیویر نمیدونم، شاید برم شیکاگو، شاید برم کانادا، شاید برم وسکنزن، شاید برم کس بالاخار، شاید برم کندمامان، فهمیدی؟ یکی از اینا رو میریم. منظورم که 3-4 تا مسافرت بچه‌ها داریم، سعی کنیم پسرهای باحالی باشین. این دختر اومده بود اینجا، اسمش نمیخوام بگم، جاکلین با 40,000 تا فالوور اومد اینجا، توی عینک کسکی صاحب ما. من خار مادر زندگی رو گاهیدم، کله رو خار کسه برگردوندم، نیمچه رو کشید بالا، گفت کسه خاره. توی دوربین دید آقا پخش شد همه جا. ساعت چنده؟ 3 آقا لباسا رسید، لباسا رو استوری میذارم، حالا باید کوالیتیشون رو شما تو دایرکت به من بگین آقا خوبه، بلند کن، کوتاه کن، فلان کن. اول میخوام تو آمریکا و اروپا بفروشم، میخوام وبسایت درست بکنم و اسم میخوام بذارم، اسم کمپانی رو میخوام بذارم ایگل امپایر یا امپایر ایگل، یکی از اینا. آره بعد پولاشو نشون میدم آقا کجا میره کجا میاد، میگم فقط چیزایی که در مورد خودم بلدم. من میخوام از لباس ورزشی داداش پول در بیارم، این راحت ترم باش. آره بعد آقا هکرها جان مادرتون، جان خال مادرتون دیگه اذیت نکنید. با یه قوم آدم شبا میخوام بخوابن استوریای منو میذارن، گوزگپ میزنم، اینم حال میکنم با من دیگه. حال ما رو نگیرین دیگه، خدای اذیت نکنین. من که دیگه حوصله ندارم پیج دوباره بزنم دیگه. آقا جان قدیر دیگه نزنین پیج منو، اگر زدین نزنین دیگه. آره
اگر هم که جمهوری اسلامی میگه زد دیگه با ولش کن دیگه، با گاییدیم ما رو، ما اومدیم تو غربت خودمون دست و فرار کردیم اینجا دیگه، نگا ما رو دیگه. خمینی که مرد که بابا پیجشو بستن چون گفت آقا خمینی از آمریکا داره میومد ایران، برگشت گفت من حسی ندارم، منم به این خانوم حسی ندارم. آقا دارو ولش، این دیگه هستی که من کار ندارم که من اون یکی رو گفتم. خود شما هم که با اون حال نمی‌کردین که بابا امشیل زدین یا رو رفت بابا با برف سال دیگه اومد پایین خودشو پسر نواد دایی همه رو گرفتین سیکتر کردین رفت، بعد الان ما رو میخواین بگین ولش کن دیگه بابا. من پسر شاهم، من نوه رضاخان خدا بیامرزم، منو ول بکنین. آره دختره با 40,000 تا فالوور اومد با 170,000 تا خداحافظی کرد رفت. خاطر زیاده ولی با سانده دیگه. از این به بعد تمام سانده ها لایو میذارم. شما باورتون نمیشه من اینقدر حسم زیاده، مغز همه 10% کار میکنه، مال من 10.1 فهمیدی؟ حالا اونم بعد بهتون توضیح میدم از فیلم دیشبی که با شما دیده بودم. واقعا کیرم تو دهنتون، ممنونم. آره الان میبینم اون بر احساس انرژی، الان حالم دیگه خوب شد دیگه، الان حالم خوب شد. آره ورزش، زندگی سالم، ترازو، تخم مرغ، خارکسته، تخت جمع کن، کلفتی، کسکشی، همه رو من میذارم. از الان استوریای من خارکسته نقطه هستش تا روز تولد من 26 دی زنجنده تولد منه. بنویسین این کسکش مصب و یه جا که اون روز با دوست پسرت قرار کردید، نمیدونم با دوست دخترت، میخوام برای من تو عمرم نگفتم کسی برای من کامنت بذاره. تا حالا شنیدی؟ هیچ وقت تو زندگی نگفتم برای من کامنت بذارین. هر رپری هم اگر استوریشو میذارم، هر بازیگر، خواننده، فوتبالیست، تگش هم نمیکنم. اونا خودشون معروفن که احتیاج به تگ ندارن. من اون لحظه میخوام دوست دارم، میخوام به اینا حال میخوام بکنم باهاشون، عکسشونو میذارم. خب نمیخوام روی استوری بکنم اینا. من برادر وصلم، نگاهید منو برادر، بذار من تو زندگی شما باشم. علاوه امروز ببین چقدر زندگی شما بهتر میشه. خدایی کتاب شماره 17 منو بچه‌ها بخرید، دعاگو و دعانویس گاییدن را نوشته آیسام کوسیان و قدیروف. این اگه بخرین، اونو من با قدیروف پدر اول من توی روسیه، این قدیر این دومی پدرخوانده منه دیگه، قدیر کوپولوف به این میگن، اونو میگن اون چی بوده پدر اولی من اسمش؟ سوکولوف. بابا کیر خره. آقا I love you دیگه، همین دیگه، توی قلب من هستی، شما رو دوست دارم. اسکش مادر جنده دختر آخر لایف، خار مادر زندگی رو گاییدم.